خلاصه مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در اخبار آزادی. سلام بینندگان عزیز، امروز 21 فوریه است و نگاه به سرخط خبرها. بعد نشر نوار جنجال برانگیز لطوکوب بیرحمانه کودک در شبکه‌های اجتماعی، مادرش را در ناحیه رودکی به بازپرسی دعوت کردند. برای انداختن نظام بیلینگی پرداخت پول برق در تاجیکستان، انتقاد مشتریان را به بار آورده است که میگویند ببندباری در کارش بسیار است. در بعضی خانه‌ها به همین شکل رفته شده است که همون آدم در خانه خودش همون خط نآمده شده است. و یاری‌های عربستان سعودی به نیازمندان در عرفه ماه رمضان. به خانواده‌های نادار در دوشنبه مواد غذایی تقسیم کرده شد. یک ساکن ناحیه رودکی که نوار لطوکوب فرزندش در شبکه‌های اجتماعی خشم و غضب کاربران را برانگیخت، برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی این ناحیه دعوت شده است. مقامات از او فیروزه نوروا نام میبرند. گلرفتار نوروا مادر فیروزه روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت دخترش را صبح امروز به بازپرسی بردند. این زن که 3 فرزند دارد، بنابر مناقشه‌های منتظم لفظی با شوهر سابقش که در روسیه است، کودکانش را لطوکوب میکرده است. در شعبه کارهای داخلی در جماعت چورتپه گفتند قرار باز کردن یا نکردن پرونده بر ضد فیروزه نوروا را دادستانی قبول میکند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند، این زن با مراجعت به پدر کودک او را بیرحمانه میزند تا به قبل او این حال را پدرش ببیند. همکاران ما در دوشنبه به خانه والدین فیروزه نوروا رفتند و به همین زودی ها گزارش کاملی را برای شما آماده میکنند. در تاجیکستان که نظام بیلینگی پرداخت پول برق با هدف بهتر کردن تأمین مردم با نیرو به راه مانده شده بود، هفته گذشته مورد تنقید خبرنگاران قرار گرفت. در نشست خبری شرکت برق تاجیک انتقاد از آن بود که در نظام نو پرداخت بی سر و سامانی وجود دارد و باید هر چه زودتر برطرف شود. گزارش همکاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و امیر سایف در همین باره است. در نشست خبری شرکت برق تاجیک، شکایت‌ها از نظام بیلینگی از جمله مرکز تماس شبکه‌های تقسیمات برق زیاد شنیده شد. زرینه عبدالواحدова روزنامه‌نگار گفت در نظام نوی خرید و فروش برق در هم برهمی وجود دارد و ساکنان نمی‌دانند در صورت پیش آمدن مشکل به کجا مراجعت کنند. در بعضی خانه‌ها به همین شکل رفته شده است که همون آدم در خانه خودش همون خط نآمده شده است. از خانه همسایه دیگر خانه خودش نمی‌یابد که در کجا همون حساب خانه‌ها رفته شدند. شمس‌الله فاضلوف روزنامه‌نگار دیگری تاجیک نیز در این نشست از کار نظام بیلینگی اظهار ناراضگی کرد. چرا بعد خاموش کردن همین برق از سیستم جدا کردن، مردم باید با ناحیه سینا با همون باید مراجعه کنند. وقتی کلش پرداخت میکنی باید فعال نمیشود این بوران. محمد غلامزاده مسئول شبکه‌های تقسیمات برق تصدیق کرد که در کار نظام مشکلی‌ها وجود دارد. او سبب روشن نشدن نیروی برق بعد از پرداخت پول قرض را نقص تکنیکی نامید. و فکر من 90% همه مشکلاتی که خاموش میشود بعد پرداخت در دوام 5 تا 15 دقیقه بعد چون پیوست میشود. همین ممکن چیزی که شما گفتید سبک‌های تکنیکی که ممکن که در همین وقت حسابگیری که بعد باشد یا حساب همون اتومات میکنه و خودکار که هست حساب همون باشد. نظام بیلینگی بار نخست سال 2013 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان از جمله دوشنبه جاری کرده شد و مقامات آن را یک اصول خلاصی از گم شدن پل‌های برق و بهبود وضع ساحه نامیدند. ولی بعضی از ساکنان میگویند نظام نو برای آنها مشکل زاست. به اطلاع رسمی تنها در ناحیه سینای شهر دوشنبه زیاده از 140,000 و در 3 ناحیه دیگر پایتخت تا حال بیش از 90,000 حساب کنک بیلینگی نصب شده است. کارشناسان میگویند نظام بیلینگی در مجموع برای ساکنان و برای بهبود وضع انرژتیکی کشور خوب است اگر نظارت جدی باشد، وگرنه به گفته آنها با چنین اصول نیز تلفات نیروی برق و فساد در سمت پرداخت حق قوه برق خواهد ماند.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. عربستان سعودی به هزاران عائله کمبیزا در تاجیکستان صدها تن یاری بشردوستانه عبارت از آرد و روغن و لوبیا و مکرون و شکر می‌دهد. ارزش عمومی یاری‌ها $400,000 بوده. پول را مرکزی امدادی شاه سلمان می‌پردازد. تقسیم نخستین یاری‌ها که در دوشنبه شروع شده است به گفته همکارم شعلای عبدالله ساکنان نیازمند را خوشحال کرد. آغاز تقسیم کمک‌های بشردوستانه عربستان سعودی در دوشنبه به هر خانواده نیازمند آرد و روغن و لوبیا و مکرون و شکر تقدیم کرده شد. سفیر عربستان که در این معرکه حضور داشت گفت کشورش برای 7,000 عائله کمبیزا در تاجیکستان یاری بشردوستانه خواهد رساند. این ادامه تشبس‌های بشردوستانه شاهیگری عربستان سعودی است و این برنامه زیر عنوان سبدهای غذا در سال 2024 است که ادامه تلاش‌های بشردوستانه شاهیگری میباشد که از جانب مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه شاه سلمان و عربستان سعودی راه‌اندازی می‌گردد. سبدهای خوراکواری که ما در اینجا دیده ایستاده‌ایم عبارت از 70 کیلوگرم است که 50 کیلوگرمش را آرد تشکیل می‌دهد و باقی مانده آن را مواد نیازی اولیه مردم. ساکنان از تقدیم خیر در عرفه ماه رمضان خوشنودی کردند. بسیار گفته که در رمضان با مثال کدام بنده نباشه هر وقت داده گوشه چه انداخته خوردن گیره مثال رحمت بسیار کتان میگیرن. حیدر سلطانوف معلول است و میگوید زندگیش را از حساب نفقه پیش میبرد و این گونه یاری ها به عائله او کمک میکند که پول را برای خرج های دیگری روزگار صرف کنند. کمک مدد میرسونه که این نفقه ما یا مجا با ذخیره صرفه می شود و باقی مانده و مبلغ ها ما بخیر با بعضی کارهای روزانه صرف میکنیم. با گفته سفیر دوام روزهای آینده 35,000 کس از این کمک ها بهره مند خواهند شد. رویخط شخصان کمبغل را وزارت تندرستی و حکومت های محلی پیشنهاد کردند. 6 فرزندی کسلی دارم، 6 فرزندی بی مادر کلان کشتم، 6 تا بی پدر کلان کشتم. با ما خیلی یردم میتیمی. طبق اطلاع رسمی نزدیک به 2 میلیون نفر یا 21% اهالی تاجیکستان نادار هستند. دولت به این عائله ها سالانه قریب 800 سومانی یا $73 کمک میدهد که بسنده شمرده نمی شود. تاجیکستان سالانه از کشورها و سازمانهای امدادرسان میلیون ها دلار کمک بشردوستانه میگیرد. این یاری ها خوش پذیرفته می شوند ولی همزمان از تقسیم ناعادلانه و به تنبلی مساعدت کردن آنها شکایت های نیز صدا می دهند. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. در 2 حمله جداگانه که هفته‌های اخیر آلمان را تکان داد 2 گمانبر افغانستانی شناسایی شدند. راندن ماشین به سوی ازدحام و حمله مرگبار با کرد به یک گروه نورسان در پیشروی انتخابات این کشور احساس زیادی مهاجران را در این معرکه افزایش داد و هم ترس برخی از مهاجران را نسبت امنیت خودشان بیشتر کرد. موضوع را همکارم میرزا نبی خالقزاده ادامه می‌دهد. سارا سیراد با خانوادهش طعم زادگاهشان افغانستان را میچشاند که 4500 کیلومتر دورتر از جای زیستی آنها قرار دارد. وی در یک خانه 2 حجرگی در برلین با والدان و 2 برادرش زندگی می کند. این خانه به منزل و باغ کلانی که در کابل داشتند برابر شده نمی تواند. سارا آنجا مشاور وزارت کارهای زنان بود. اداره پیشینی وی حالا مکان نوی پلیس اخلاقی طالبان است. داوود امیر فکر می شد که چگونه برای زندگی زن در افغانستان مفید باشه، ولی امروز به او اتاقها و به او تعمیر ساختمان تصمیم‌های گرفته میشه که چگونه محدودیت برای زنها بیشتر شود که کاملا غیر قابل تحمل است برای ما. سارا تاکید میکند که از آلمان برای تأمین امنیتش منتدار می باشد، اما رویدادهای اخیر روحی کشور را دیگر کردند. یک روز پس از این مصاحبه پلیس آلمان یک افغانستانی را بازداشت کرد که در میونخن ماشینش را به بالای ازدحام رانده است.
پلیس این حادثه را حمله اسلامگرایانه نامید که در نتیجه آن یک زن با دختر 2 سالش کشته شدند. حادثه مدهش همگی 3 هفته بعد از حمله با کارد به یک گروه راهگذران رخ داد که کودک 2 ساله و یک مرد را به هلاکت رسانید. پلیس در پی آن یک افغانستانی دیگر را بازداشت کرد که قرار بود از آلمان اخراج کرده شود. خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که این اتفاق افتاده بود بر ما نمیتونستم راحت باشم، برای از اینکه وقتی ما به سرک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم که همگی به طرف ما میبینه و اینا فکر میکنن که این هم افغان است و این هم مثل از این افراد نگاه میکنه و خطرناک است به کشور ما. با نظرداشت آنکه مهاجرت علیه یک مسئله کلیدی در پیشروی انتخابات در آلمان است، حمله ها به مثل یک ترکش سیاسی می باشند. اعضای حزب الترناتیو برای آلمان به اخراج عمومی هم سوریگی ها و هم افغانستانی ها دعوت کرده است. در افغانستان همیشه نیزا وجود داشت و قبیله های گوناگون با هم می جنگیدند. ما در اینجا در آلمان برای آنها صلح بسته نمی توانیم. این قبیله ها مردم افغانستان باید در کشور خود این کار را کنند. حزب الترناتیو برای آلمان در نظرسنجی های افکار مقام بلند را اشغال می کند. این حزب با گمان تندروی راستگرایانه از جانب خدمات اکتشافی داخلی آلمان تحت نظارت است. سارا سیرات به سیاست کار ندارد و در کتابخانه به امتحان زبان آلمانی آمادگی میگیرد. احزابی که مخالف بودن مهاجرین هستند، من فکر میکنم که یک وضعیت باید متوجه باشند که ما به چه دلیل یک انسان کشور خودش را ترک میکنه. برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه دنغره واقع در جنوبی کشور یک گوشه راهی آن که تا به ولایت مختار کوهستان بدخشان می رود به حد ویران شده است که بعضی از ماشین ها از آن نو شکسته و سالم بیرون نمی آیند. سالهاست احوال این راه بسیار بد است و مقامات وعده دادند که آن را تعمیر و هموار و مردم را از عذاب حرکت خطرناک از آن خلاص می کنند. تا کجا وعدهشان عملی شونده است؟ محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد. این راهی که تعمیر طلب است و مدت طولانی بازسازی نشده است در حدود ناحیه دنغره جایگیر است. هر روز از این راه ده‌ها ماشین خرد و بزرگ از سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان و منطقه کلاب می‌گذرند. با گذشت سالها این راه تعمیر را ندیده است و رانندگان مجبورند که با احتیاط حرکت کنند. چقری‌های زیادی را سبب صدمه و مشکل‌های تکنیکی می‌گردند. چنانچه چرخ این ماشین نیز در یکی از همان چقری‌ها کفیده نیاز به تعمیر پیدا کرد. مسئولان اداره راهسازی منطقه کلاب میگن که ناحیه دنغره برای تعمیر راهها در سال 2024 مبلغ جدا نکرده است. از سوی مقامات اجرایی حکومت دولتی سطح ناحیه و موسسه‌های راهنگاهداری مبلغ جدا نگردیده است. یکی از ناحیه این ناحیه تیمرملک است، دیگر ناحیه دنغره است و سوم این شهر کلاب است. قسمت خراب شده راه به جماعت اسمت شریفی ناحیه دنغره داخل می شود. مسئولان اداره راههای دنغره گفتند که راه در فصل گرما تعمیر خواهد شد. آنها مشکل اساسی را به حرکت ماشین‌های گران و وزن ربط دادند. قرار است این راه در آینده پوره از نو ساخته شود. همزمان صاحبکاران در سال 2024 42 کیلومتر راه را در منطقه تعمیر کردند. اما قسمتی که صدها ماشین از آن می‌گذرد تا حال در حالت ناگواری باقی می‌ماند. به خبر دیگر، وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید دیدار احتمالی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین از پیشروی مذاکرات درباره قطع جنگ در اوکراین وابسته است. مارکو روبیو 20 فوریه گفت در دیدار اخیرش با سرگئی لاوروف در عربستان سعودی تاکید کرده است که واخوری ترامپ و پوتین تا دمی که ندانیم درباره چی صحبت می شود برگزار نخواهد شد. تفصیلات را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. اگر خبر و یا نوار جالبی داشتید میتوانید به ما فرستید. به شما استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان شما باشد.